سلام، من سهیل انصاری هستم و تو این ویدیو میخوام راجع به اقدام صحبت کنم. من خودم خیلی باش چالش داشتم، به خصوص سر همین بحث ویدیو گرفتن و گذاشتن تو اینستا و همش ذهنم مثلا دلایل مختلف ردیف میکرد، بهونه مختلف که یا مثلا ویدیو رو نگیرم. بعدش که شروع کردم حالا ضبط کردم ویدیوها، بهونه ردیف میکرد که پستش رو نذارم. یه جور انگار حالت پرفکشنیزمی بود که مانع از این میشد که من برم اون کار رو انجام بدم، یا در واقع خودم مانع میذاشتمش. اولا اقدام کردن از دور خیلی کار ساده ای ها، ولی آدم همش بهونه و دلایل مختلف مثال تجربه که من داشتم ردیف میکنه که بیاد اون کار رو انجام نده و معمولا تهش هم با این جمله تمام میشه که آقا من میخواستم و من میخوام ولی نذاشتن یا نشد یا هر چیزی. ولی خب واقعا واسه همه همینجوریه. به نظر من نه دقیقا. من خیلی به رفتار و منش آدمای موفقی که حالا اطرافم دیدم دقت کردم، مثلا مدیرا و فاوندرهای شرکت‌های مختلف و مشاهدم این بوده که اونا وقتی با این مسئله مواجه میشن مستقیم میرن دنبال ساده ترین اقدام برای حل کردنش و هی تست میکنن و تا موقعی که حل نشه دست از سرش ور نمیدارن. در واقع انگار اونا براش این مسئله است که سریع اقدام کنن، سریع تصمیم بگیرن و اقدامای کوچیکی بردارن تا اینکه آسان‌تر بتونن برن سراغش و زمان ندن به ذهنشون که در واقع بیاد بهونه و موانع درست کنه. اولا یه بهترین روشی وجود نداره. اه، ما همش دنبال اون بهترین روشه ایم، ولی خب چرا واقعا دقیقا انجام نمیدیم بره؟ چون هی میایم بزرگش میکنیم برای خودمون اون کاره رو. حالا کلیدش چیه؟ بیایم فکر کنیم که چیکار باید بکنیم که به اون هدفی که میخوایم برسیم و بیام بشکنش به تیکه های کوچیک‌تر و بگم که آقا حالا این تیکه کوچیک‌تر رو چجوری انجامش بدم. دیگه خب اینو قاعدتا میتونم دیگه و هیچ مانع خاصی واقعا ذهنم نمیتونه بذاره جلوش و حتی اگه مانعی هم بذاره خب راحت میتونم مانع رو کنار بذارم، چون بنز کافی کوچیک کردم اون اقداممو که بتونم سریع برم سراغش. نکتهش اینه که ما خودمون رو میتونیم هی تمرین بدیم به برداشتن این قدم‌های کوچیک تا راحت‌تر هی ترسامون رو بشکنیم و بریم سراغ قدم‌های بزرگتر. اما یه حالت دومینووار داره که ما یه ترس رو که میشکنیم میریم سراغ ترس بعدی و بعدی تا اینکه میریم سراغ ترس بزرگتر ریشه‌ای‌تر که میتونیم اگه اونا رو کنار بذاریم کار بزرگتری بکنیم. و فرقش اینه که خب تصمیممون رو باید سریع بگیریم و انجام بدیم بره. راجع به این سریع تصمیم گرفتن، اون روز یه حرف جالبی از اریک اشمیت، مدیر عامل سابق گوگل، توی پادکست مسترز آف اسکیل شنیدم که در واقع داشت خلبانی رو تشبیه میکرد به فضای استارتاپ ها و به نظر میشه تعمیمش داد به زندگی. در واقع اون داشت میگفت که ما توی خلبانی باید هی تصمیم بگیریم و فرصت نداریم فکر کنیم که الان بهترین تصمیمی که میتونم بگیرم چیه. تصمیم میگیریم، تستش میکنیم، حالا اگه عواقبی هم داشت توی تصمیم بعدی جبرانش میکنیم و تهش به اون هدفمون که استیبل کردن هواپیماست میرسیم و توی زندگی اون هدف در واقع میشه که یه چیزی رو به دست بیاریم مثلا و هی میایم اقدامات کوچیک، تصمیم کوچیک انجام میدیم تا اینکه برسه به اون نقطه‌ای که ما میخوایم، برسه به اون هدف بزرگی که مد نظرمونه. تجربه شخصی که هم با این داشتم این بود که ام، در واقع من موقع ضبط همین ویدیو هی میومدم ضبط میکردم، هی میگفتم که نه مثلا ام، چی میگم، مثلا فصیح نگفتم، واضح نگفتم، نمیدونم توپل زدم فلان بیسار. و مسئله اینه که من اگه میخواستم هی اینو پرفکتش کنم تهش احتمالا ویدیو رو نمیذاشتم، تهش همیشه چیزای بیشتری هست برای گیر دادن، چون آدم همیشه جای رشد داره، همیشه میتونه به خودش گیر بده و میتونه اینو به عنوان یه مانعی برای رشد بیشترش بذاره. و خب تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بذارم و حالا بعدا تو ویدیوهای بعدی من گویندگیم بهتر میشه، احتمالاً قدرت بیانم بهتر میشه و این تمرین است که اون قدرت بیان رو در واقع بهتر میکنه. و م،
همین دیگه، ویدیو رو ساختم و الان که دارم میذارم. خلاصش اینه که صبر نکنیم واسه اون تایم درست اقداممون. خیلی مهمه که اون تصمیممون رو سریع بگیریم انجام بدیم بره. واقعا زندگی کوتاه‌تر از اینه که همش صبر کنیم برای اون لحظه درستی که هیچ وقت نمیاد. مرسی از اینکه گوش دادین. خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت رو بدونم. مرسی.